من در یک گوشه ایستادم و صحبت دارم. السلام علیکم مردمی مسلمان، مردمی تاجیکستان، تاجیک زبانان تمام دنیا و خصوصا مردمی غریب در مسکو. خواهر ما با لباس های مقصد کشاد و خوب و با صفت توریسکی سر و کار داره. من یک چند بار رکلامش میکنم. ببینید این صورت های دستوده من خودم در یک گوشک مانده استم ویدیو ما این صورت ها نشون دادیم. لباس های با صفت دستافکش با تمام جو این در خونش خواهر میفروشه. کدمی که خیلی بتونه خواهرها را در نظر دارم بری از نزدیک ببینید چین چاق کنی از نزدیک خریداری کنی. کدمی شرایط نداری با واسطه ازدیگ میکنی با واسطه یاندکس میکنی خلاصه که زکاس کنی رزمیر شد. التماس با میکنم پیش از سوما دادم یعنی که آدمی باوری البته رزمیر گپ خبرتونه چخ چخ کنی قطش کنی پگه نگی با وجود رکلام کاری که یک کرتای دروز دمو در اویلم در کار بود در خواهرم در مادرم اما این با ما را کرتای کلون مای درون کرد و هم خاطر قطعش صحبت کنیم مسئله رزمیر رو کار ندارم. نرخ نوش دستور نیای نرخ نوش مقصد نه قیمت نه ارزون استرید نیای از نمی وجود گپ زنی کدمی لباسی برای زن و برای خواهر و مادراتون میگیری بگیری لباس های خوب با صفت با رویمال های کلان دارد تمام چیز در همین خواهر دیده می شود. باز تکرار میکنم قرار دارد در مسکو نمیدونم تریتوری لوبلینو بود و کتلنی که بود فراموش کردم در همونجا هست است از نوع وجود زنگ بزنه کدمیت که مقصد لباس های چونین با صفتی دراز برای پوشاندن خواهر و مادر که بسیار مونم میدونیم مثلا وقتی مسکو میم اینجا لباسی دراز بگیرم پوشان خواهر میتونه همین خواهر زکاس کنی از نوع وجود البته فراموش نکنید سلام گفتن. السلام علیکم و رحمت الله.